هادی چوپان به عنوان اولین ورزشکار میاد رو استیج. جفوزو از روبروش هم میگیره. به به، رفته هم داره بدنش لود میشه، کات میشه. زیر بغل از روبرو سویچ زیبا میکنه فیگورشو. یه آرنولدی برامون گرفت، قفسه سینه زیبا. الان هم موربیاشو نشون میده. جونم میره برای فیگور پشت. به به، واقعا فقط باید ازش تعریف کرد. یه بدن کامل، یه پکیج کاملا زیبا رو برده هادی چوپان رو استیج المپیا. کاملا با برنامه روتین خودش رو میگیره. یه وکیوم هم کرد، کمر فوق العاده باریک، خیاطه های پاش، کاملا بدنه لود شد، بهتر و بهتر شد. فیبرای سینه‌ش کاملا مشخصه. فیگور مورد علاقه خودش هم میگیره. طبق سنت هر سالش میره جای استیج و رو به تماشاگرها فیگور میگیره. سال 2022 که هادی چوپان قهرمان المپیا شد، من خودم از لایو صفحه اینستاگرام استاد اکبرزاده مسابقه رو میدیدم. این لحظه یادم میاد که فریاد میزد ماشاءالله هادی، جونم هادی. ما هم همینجا همین کارو میکنیم، برای هادی انرژیمون رو میفرستیم. امیدواریم که دست پر برگرده با هر نتیجه قهرمان ما هادی چوپان. اما نباید فراموش کنیم که با کلی سختی و مشقت رفت به این مسابقه.